روزی خوش برای شما عزیزان، شما بینندگان خوب تلویزیون تصویر ایران. یک شنبه دیگه قسمت شد و به خونه‌های شما دعوت شدم. امیدوارم که از این برنامه امروز ما لذت ببرید. قبل از هر چیز اول برای مامانم، برای تمام مادرها، اون کسایی که مادراشون رو از دست دادن. مادرم، این حقیقت هست که از دل برود هر آن که از دیده رود. آیا به بهانه فاصله و ندیدن اندازه از عشق کم می شود؟ عشق پرشکوه است، عظمت دارد، جایگاهش در دل است نه در دیده. مادر، چشمهانم تو را نمی بیند. مادر، چشمهانم تو را نمی بیند، چشمهایم تو را نمی بیند، ولی همچنان دلم عاشق توست. عشقی که پایانی ندارد، ابدی است، من عاشق ترینم، با اینکه فاصله من و تو یک دنیاست.